اینه بالاخره. خب آقا شیربا اینم از اطلاعاتتون دیگه میمونه تحویل این پولا. اینم خدمت شما. عالیه. آقا همه رو از همین بده. همین بده. این همشه. چی؟ این همشه. نه میگم همه رو از همین بده. همه 1 میلیارد من همین بدم. میدونم این همه 1 میلیارد دلار بهتون دادیم. ریال یه ذره کشیده پایین بابتون. یه ذره کشیده پایین. آره یه ذره کشیده. از شواده هم مشخصه که قشنگ لخت مادرزاد تو جاده صاحب داره میره. 1 میلیارد تومان این 1 میلیارد تومان. بله. باشه دست شما درد نکنه. فقط این قسمت رو باید امضا بکنه. جانم چی شد؟ جان چی شد؟ آخ کسی داره از کیه؟ باشه مرسی خبر دادی از مرسی اینو بده من. پول من مگه نیون؟ نه متاسفانه همین الان خبر دادن یه اختلاس جدید شده، قیمت دلار 1 مقدار کشیده بالا. این خدمت شما. آره آقا پول منه چرا بردی؟ نه پول شما که این هنوز 1 میلیارده. هنوز 1 میلیارد. یه ذره حجمش کم شده. جلال خود. آره اینجا رو امضا میکن. جانم چی شد؟ کیه؟ آخ باشه دستت درد نکنه. آشی مورد اونو بده. چی شد؟ آخ مجلس همین الان یه لایحه جدید داد، دلار کشید بالا. خدمت شما. آقا پولم نصف کردی. نه این هنوز 1 میلیارده. هنوز 1 میلیارده. هنوز 1 میلیارده. بر پدرش حجمش یه ذره کم شد. جلال خواهش میکنم اینو امضا بکن. جانم بابا کیه؟ او یس با کی؟ نه وایسا. باشه خداحافظ. اینو بده. آقا امضا نکردی که برادر من. ببین همین الان خبر دادن که بورس ریزش کرده، دلار کشید بالا. این خدمت شما. آقا یه ذره پول من موند. این هنوز 1 میلیارده. این 5-6 برگه چطور میشه؟ هنوز 1 میلیارد. ما که دوز نیستیم به پول شما دست نمیزنیم. دلار سر جاشه. دلار سر جاشه. حجمش یه مقدار هرچی از زیر سر ریاله. بله لخ بوده دارن. آره تقریبا همچین چیزی میشه. درست. فقط میمونه این امضا. این تو که جانم بابا جواب نده. الو کیه؟ بابا چرا الان دارن باید اذیتت میکنن اینا؟ بده به من. آقا دیگه چیزی ببین همین الان خبر دادن تو بنگلادش جنگ شده. آقا بنگلادش چه ربطی به ما دارد؟ همون دیگه چون رب نداره دلار رفته بالا دیگه. پدرش لعنت. ببین چه باره کردی؟ نه این هنوز 1 میلیارده. این خدمته. جنگ دیگه پاره میکنه. آقا این 1 دونه نصمیه. نه هنوز 1 میلیارد. هنوز این 1 میلیارد. هنوز 1 میلیارد. نه اشکال نداره. هنوز 1 میلیارد. اصلا منطقی نیست. میخوای اینم تو نگرده. بالاخره به دلار خورده دیگه. شما درد نکنم. اینجا رو امضا کن. جانم الو